پایگاه اطلاع رسانی راسخون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر رفقا فضلای محترم و بزرگواری که تن دادن به مسئولیت و مشارکت در مسئولیت اجراء عدالت در جامعه اسلامی، جامعه‌ای و نظامی که بدانیم یا ندانیم، بخوایم یا نخوایم، دوست و دشمن ذره‌بین گذاشتن روش و شکست‌های ما رو ولو شکست ما باشه به پای و به نام اسلام خواهند نوشت و پیروزی‌ها و موفقیت‌های ما رو تو عرصه‌های مختلف نظامسازی از جمله نظام حقوقی و قضایی سعی میکنن کتمان و لاپوشانی بکنن. ولی تاریخ نشون داده که اگر کسانی بتوانند الگوهای کارآمد از عدالت با تعریف انبیایی، یعنی دنیوی اخروی هر دو، از عدالت و حقوق بشر از پس کار به این عظمت بر بیان، دشمنان بخواهند یا نخواهند و خود ما بدانیم یا ندانیم، این الگوها اگر تمیز و درست از آب در بیاد به سرعت جهانی خواهد شد. همونطور که الگوهای دیگران به دلایل مختلف و به خصوص به علل مختلف، نه فقط دلایل نظری، علل اجتماعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، حتی نظامیگری در قرن 19 و 20 میلادی در 150 سال گذشته، این الگوها از 2-3 تا کشور شروع شد، بعد جهانیش کردند. حالا گاهی به زور، گاهی هم بالاخره ملت‌های پذیرفتند. نظام حقوقیشون و نظام آموزشیشون و نظام رسانه‌ایشون و نظام خانواده، نظام پارلمانی و نظام‌های مختلف اجتماعی رو بر اساس الگوهای اونا تنظیم کردن. یعنی شما مجموع کسانی که الگوسازی کردن تو نظامات اجتماعی به لحاظ نظری و بعد عملی، اگر ملاحظه بفرمایید 4-5 تا کشور بیشتر نیستن. تمام این نظام‌ها الگو برداری شد از رو اونا. 3-4-5 تا کشور در اروپای غربی و آمریکا در 150 سال گذشته، بقیه همه بر همون اساس نظام سازی کردن. حتی بلوک شرق هم که تشکیل شد، باز مبادی نظریش تو اروپا ساخته شد، بعد در روسیه تبدیل شد به نظام اجتماعی. بلوک بندی ها فقط بلوک بندی های سیاسی ایدئولوژیک نبوده، بلکه بلافاصله تبدیل شده به بلوک بندی ها و صف بندی های از جمله حقوقی، حقوق بشری، قضایی، تعریف عدالت، تعریف حقوق بشر و وظایف بشر. و چون تعریف حقوق و وظایف بشر بدون تعریف خود بشر امکان نداره، بحث کشید به عرصه‌های انسانشناسی، و چون تعریف انسان بدون تعریف هستی و جهان و زندگی ممکن نیست، بحث به عرصه‌های هستی شناختی کشید. و چون منشأ اختلافات در هستی شناسی و انسان شناسی مباحث معرفت شناسی بود، بحث تو عرصه‌های معرفت شناسی در گرفت و اختلافات و انحرافات تو عرصه معرفت شناسی به سرعت منتقل شد به عرصه انسان شناسی و هستی شناسی و منتقل شد به عرصه حقوق، فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی، تعریف بشر و حقوق بشر و عرصه وظیفه شناسی. وقتی اینجا اختلافات و انحرافاتی به وجود آمد که هم علل اجتماعی عینی داشت که یکیش ناکارآمدی سیستم‌های منتسب به دین و معنویت در قرون گذشته در اروپا و غرب بود و علل دیگری هم داشت، از جمله جنگ قدرت و ثروت بین کانون‌های قدیم و جدید قدرت و ثروت در اروپا. ولی بالاخره چوبش رو کل دین با عنوان عام دین خورد. وقتی در عرصه حقوق، فلسفه حقوق و وظیفه شناسی انحراف پیش بیاد، طبیعت به سرعت منتقل میشه به عرصه علوم انسانی و به طور خاص علوم اجتماعی که ضرب در چند میشه هر پدیده‌ای، مثبت یا منفی، تو عرصه علوم اجتماعی. یعنی خودشو در گرایشات و مکتب‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، تعلیم تربیتی اینا نشون داد. بالاخره بشر فعلی داره دست و پنجه نرم میکنه با مجموع محصول این رفت و برگشت ها. از طرفی در منابع ما حتی اون عده از فقهای ما که ولایت فقیه رو قبول داشتند اما دامنش رو محدودتر میدونستند، حتی اونها همه اجماع داشتن که در 3 وجه ولایت افتاء و ولایت حسبه و ولایت قضا دیگه قطعاً جای فقه و دین و
احکام الله، که حالا باید گفت اگر کسانی از انحصار ولایت در 3 بخش امور حزبیه و قضا و افتاء اینطور استنتاج کردن که پس مسئله حکومت نیست، باید به اونها گفت که اصلا قضا جز حکومت، جز شأن حاکم شأن کیست؟ شما تو تمام سیستم‌های سیاسی دنیا برید بگید آقا سیستم دستگاه حکومت حاکمیت مال شما، قضایتون دست ما، دستگاه قضاییتون دست ما. هرگز کار نخواهد کرد، چون اصلا رکن حاکمیت قضاوت. امور حزبی هم که شامل تمام امور میشه که امروز وزارتخانه‌های دولتی در سراسر دنیا، بوروکراسی‌ها، ادارات حکومتی تشکیل میشه، اینا همه امور حزبی است. ولایت افتاء هم که فقط افتاء نیست، از اون طرف وقتی گفتن ولایت افتاء هست یعنی ضمانت اجرا باید باشه، درسته؟ ولایت چه ولایتی؟ ولایتی که تنفیذ نشود که ولایت نیست که. بنابراین جمع ولایت افتاء و ولایت قضا و ولایت حزب یعنی همه حکومت. بعد از امور حزبیه حتی اگر گاهی کوتاه آمدن بعضی فقها که خب مباشرت و اجراش کار فقیه نیست، البته او هم مثل بقیه مکلفه، گاهی هم گفتن اولاست، اما دیگه از ولایت قضا کوتاه نیامدن. بنابراین ولایت قضا و مسئله قضاییه و دادگاه و دادگستری‌های ما مشروعیت کل نظام ما رو یا زیر سوال خواهد برد یا تأمین خواهد کرد. یکی از نقاط مهم ضربه خوردن پیروزی یا شکست جمهوری اسلامی، پیروزی یا شکست دادگاه‌ها و دادگستریشه. اگر ما در وضعیت زندان‌ها، در وضعیت دادگاه‌ها چهره‌های درست قابل دفاع داشته باشیم، هم به عنوان مدیر و مجری، مباشر، قاضی، محتسب در امور حزبیه که همین نیروی انتظامی اینا میشه، و در عرصه نظری یک نظام کارآمد دینی ارائه دادیم، سرمون رو تونستیم بالا بگیریم، خونهایی که ریخته شده به پای انقلاب هدر نخواهد رفت و الا هدر خواهد رفت. مردم، ملت‌ها، تاریخ با سخنرانی‌های ما خیلی کاری نخواهد. در سخنرانی خوب خیلی ها کردن، تاریخ پر از سخنرانی‌های خوبه در غرب و شرق عالم، مطالب خیلی شریف در کتابخانه‌ها موجود است، اما کی و کی اینا رو بایستی تو عرصه عمل بیاره و به مردم، به توده ها، به تاریخ نشون بده، ملموس و محسوس، اونطوری که پیامبران نشون دادن در حیطه قدرت خودشون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیر علیه السلام، اینا نشون دادن که چگونه میشه رو همین زمین با همین بشر واقعی خطاکار پر از تناقض، با همین بشر، بر همین بشر میشود روی زمین، نه رو پشت ابرها، حکومت کرد و در این حال حکومت و قضاوت اخلاقی و دینی و عادلانه و عدالت خواهانه باشه. تو جزئیات وارد شد. حالا 1000 سال، قرنها فترت و فاصله افتاد، دوباره آمدیم ما تو این دوره که همه گفتن عصر دین گذشت، حقوقم تعریف سکولار میشه، اخلاقم تعریف سکولار میشه، اصلا رابطه حقوق با الهیات قطع شد، رابطه اخلاق با الهیات حتی قطع شد. تازه اونایی که اخلاق و حقوق قبول داشتن، اونایی که اصل اخلاق و اینا رو انکار کردن که هیچ، اونایی که قبولم کردن رابطه‌شو با الهیات و با شریعت قطع کردن، ما اومدیم توی یک همچین دورانی سرمون رو بالا گرفتیم که نخیر آقا از اول، به قول همشهریای ما از سر، دوباره از سر، همه حرفایی که زدید زیر سوال، مبانیتون غلط. بعد رو کاغذ و تو بحث‌های نظری خوب بحث بکنیم، در عرصه عمل چیزی دیگه عذاب در بیاد، تو دادگستری‌های ما، تو زندان‌های ما، تو مسائل مختلف، اینا دیگه درست ضربه محکمیه که خودمون تو صورت خودمون میزنیم. این از این جهت عرض میکنم برای اهمیت این کار بزرگی که شما برادرها و امثال شماها وارد این عرصه شدین، دارم از این جهت عرض میکنم. قبل از جلسه به من فرمودن که روایت‌های ترسناک نخون برای اینا خودشون به اندازه کافی میترسن، نمیخواستن بیان تو عرصه قضا و قضاوت و اینا، خودشون به اندازه کافی میترسن. گفتم اتفاقا برای اونایی که میترسن باید بمانن، اونایی که نمیترسن باید برن.
اونایی که میترسن از قضاوت، میدونن چقدر خطرناکه و چقدر مهمه و امر دائر میشه بین واجب و حرام، مباح نیستش. درست از رو پل صراط رد میشه، بالاترین منزلت‌های الهی و بدترین پرتگاه ها هر دو در معرضه و این شغلیه که فرمودن جز پیامبر یا وصی پیامبر کسی نباید این کارو بکنه. شما به یه معنا با واسطه میشید مصداق اوصیاء عام دیگه، ولو به وکالت و اذن و اینا. بالاخره یه همچی اجازه‌ای هست. اتفاقا باید ترسوند و اونایی که میترسن باید بمانن. اونایی که نمیترسن از قضاوت کردن و قاضی شدن، اونا باید برن. اونا خطرناکن، خیلی خطرناکن. بنابراین بترسین و بمونین. یک سوالی هم الان دادن به من، جلسه ها با پرسش و پاسخ ختم میشه، ما با پرسش و پاسخ شروع میکنیم. فرمودن این واجب کفایی که بیایم برای قضاوت واقعا وجود دارد یا نه؟ برای شیر کردن ما میگن. اگر وجود دارد و شرط قضاوت اجتهاد است، چرا مجتهدین نمیان؟ آیا واجب کفایی رو قبول ندارند یا مخالفت با واجب کفایی رو مخل عدالت نمیدانند؟ یه فرض اولا گرفتید که فکر میکنید اینجا پر مجتهده. این خود این فرض قابل بحثه که ما مجتهد چقدر داریم. فرض دوم اینه که در دادگاه‌های ما قرار نیست هر قاضی اجتهاد کنه. حکومت باید در بسیاری از مسائل اجتهاد کنه. حتی قاضی مجتهد، چون قوانین نوشته میشه دیگه، طبق قوانین و مصوبات و اینا، تبصره ها و اینا مجبورن قاضی ها حکم بدن. در یه مواردی بین قاضی که مجتهد یا معزونه تفاوت پیش میاد، اما در یه موارد زیادی پیش ممکنه نیاد. اونی که در درجه اول باید مجتهد باشد حکومت اسلامی است. مسئولین قوه قضاییه و مسئولین مجلس، اینا مسئولن. یعنی هر نوع تخلف از ضوابط الهی که در دادگاه‌های ما یا زندان‌های ما صورت بگیره، ولو قاضی ما آدم خوب، پلیس ما هم آدم خوب باشه، که هم بین قاضی هم بین پلیس آدم ناخوب هم هستن، ولو فرض کنیم همه خوب و درست، وقتی در قوانین و تبصره‌ها و مصوبات به قدر کافی اجتهاد نشه و تنظیم نشه با مطالبات اسلام در این عرصه که بخشش حقوقی است، بخشش اخلاقی است، بخشش آموزشی است، همه اینا با هم دیده نشه، مشکل خواهیم داشت. بعد ممکنه اصل قضاء اسلامی یا نظم اسلامی متهم بشه به ناکارآمدی یا بی‌عدالتی. اشکال فرع رو به اصل برگردونن. ضمن اینکه منافاتی نداره شما مشغول این کار بشید و درس و بحث ادامه پیدا کنه، کم کم آدم مجتهد میشه. کسی که یک باره که مجتهد نمیشه که. ما آدمایی داریم تو همین قوم و مشهد 30 سال تکون نخوردن، مجتهدم نیستن و تا آخرم مجتهد نمیشن. چون من هم تو مشهد درس خوندم، هم قوم میشناسم دیگه، توی درس و بحث ما بزرگ شدیم. یکی از دوستان میگفت که یکی از بزرگان از نسل قبل میگفت یک هم درسی داشتیم سر یک درسی 1000 سال پیش، بعد گذشت و ما رفتیم و درس بحث میخوندیم، رفتیم وقتی شنیدیم میگفتیم کجایید اینا؟ گفتن درس آقا، هم آقایی که 1000 سال پیش با هم میرفتیم درسش داشت میرفت هنوز. بعد و آقا فوت کرده بود، ایشون درس بچه و آقا باز میرفت. گفتیم خب الحمدلله شما از پدر و پسر دارید استفاده میکنید اینا. گفت ان شاء الله خدا توفیق بده از نوه‌شون هم استفاده میکنه. خب بعضی هستن 30 سال اینجاین و من خیرشون به اسلام و مسلمین نمیرسه، زندگیشونو دارن میکنن. بعضی هستن که خودشون هم فاضل هستن، فاضل هم هستن، بازم خیرشون به کسی نمیرسه، فقط فاضلن. آقا شما چی کار میکنید؟ تو ما فاضل هستیم. شغل فاضل بودن که یک چیزی نیست خودش، که فضل که موضوعیتی نداره. اینا طریقیت برای چی؟ حالا برای اظهار لحیه و اظهار فضل، یا وقت برای خدمت به اسلام و خدمت به مسلمینه. بنابراین هدف گرفت ضمن کار میشه آدم درس و بحثش بخونه. با این حالا که درس و بحث دیگه همه سی دی و اینترنت و قرتی بازی نشده دیگه. اون دوره ما که درس میخوندیم تو قوم مشهد که این چیزا نبود که. شما حالا تو خونه‌تون هم میتونین بشینین، تو ماشین هم که دارین میرین بین راه هم میتونین مجتهد بشین. بنابراین اینا مانعت الجمع نیست، اینا میشه هم ادامه داد هم کار کرد. ولی
نکته مهم به نظر اینه که ما یک مشکل تو مسئله اجتهاد حکومتی داریم. این تعبیری که رهبری کردن نظام سازی فقهی، نظام سازی اسلامی تو عرصه فقه حکومتی، این موتور نظام سازی فقهی، اجتهاد فقهی تو عرصه حکومتی ضعیف کار میکنه. ما باید الان تو قم و مشهد و اصفهان و اینا 10 تا 20 تا 50 تا درس خارج فقه داشته باشیم، نه که همون بحثایی که قبلا میشه همینا رو هی تکرار کنیم. مشکلاتی که الان حکومت آقا تشکیل دادی 30 ساله، فقهایی که 300 سال پیش در عرصه اپوزیسیون بودن و اینا رو می‌نوشتن برای دادگاه‌های مخفی شرعیگاهی، باز همون به اونا اکتفا کردن که این هنر نیست، که این اجتهاد نیست، که 30 سال حکومت تشکیل دادید، وارد دهه 4 حکومت شدید تو این دوران با این همه رقیب، هم رقیب هم دشمن. خب هم 50 تا کرسی درس خارج فقه با همون متدولوژی حوزوی سنتی درست خودمون، یک چشم به واقعیت، مشکلات اجتماعی، مشکلات دادگاه ها، مشکلات زندان، مشکلات خانواده ها، یک چشم به منابع، به کتاب و سنت، به فتاوا و اسلوب های مختلف فقهی و فقهای ما. چقدر خالیه جای خالی داریم برای بحث‌های اجتهادی توی عرصه ها. حالا یک نمونهش الان بحث بود، فرصت بشه من اشاره میکنم، این بحث مسئله زندان. خب ما تو احکام شریعت بسیار محدود زندان داریم. تعزیر و زمام تعزیر هم دست قاضیه و حاکم شرعه، و تعزیر هم یک بخشش جریمه مالی و بدنی است، یه بخش مهمی هم که دامنه وسیعی داره و ازش متاسفانه تو قوانین ما خبری نیست، در حالی که در روایات ما هست. تعزیرات عملی، خدمات اجتماعی، خدمت به قربانی ظلم به مظلوم، به او فرد یا خانواده یا اون نهادی که بهش صدمه زدی. همین تازگی روایتی در تهذیب دیدم، حالا بذارید اینم اشاره بکنم، در تهذیب الاحکام راجع به این مجازات‌های شرعی، تعزیرهای عقلایی که علاوه بر حالا تعزیرات مالی و بدنی که باز اون باید جنبه‌های تأدیب و تربیت و اخلاقی و خانوادگی و اجتماعی و همش باید لحاظ کنه که چه نوع تعزیری رو داره تجویز میکنه و چرا به آثارش باید نگاه کنه. ما حقوق و شرع و فقهمون جدا از اخلاقمون نیست، اقتصادمون جدا از فقهمون، قضایمون نیست، همه اینا رو باید با هم دید. بله اون مجتهدی که شما میگید که اگر بیاد یک روز حکم کردن او بنزه 40 روز باران بباره بر طبیعت، منافعش بیشتره. او اسلام شناسه، کسی که اخلاق اسلام، عقاید اسلام، مفاهیم توحیدی قرآن رو، احکام فقهی رو، همه اینا رو میدونه، فقه فردی اجتماعی، با توجه به همه این مسائل عمل میکنه. اینکه چرا پیامبر، چرا امیرالمؤمنین در یک مورد، در یک جرم واحد گاهی 2 جور برخورد کردن، آیا معنیش غیر از اینه که به جنبه‌های فقهی و به علاوه جنبه‌های اخلاقی تربیتی به هر دو توجه داشتن؟ 2 نفر میان هر دو اقرار میکنن به زنا، یک جورم اقرار میکنن، چرا در مورد یکی حکم سریع اجرا میشه، در مورد یکی تجاهل میکنن تا اجرا نشه؟ برای که 2 تا آدم با هم فرق دارن، موقعیتشون با هم فرق داره. اینا البته کار مجتهده و مجتهدم به نظر من صرف فقه خواندن کافی نیست برای اجتهاد حکومتی. امام تو تعبیرشون فرمودن اولا آشنایی با اخلاق اسلامی، تربیت اسلامی، عقاید اسلامی، احکام فردی و اجتماعی چند بعدیه. یه وقت ما داریم فقه خوان که همین چند کتاب خاص فقهی و اصولی بخونیم، نمره بدیم، اینه. یه وقت بحث اسلام شناسیه. این اسلام شناس نمیشه آدم اینجوری. اسلام فقط اینا نیست. اسلام شناس وقتیه که با ابعاد مختلف قرآن و سنت اشراف داشته باشیم و بدونیم عقایدشو، اخلاقشو، احکام فردیشو، احکام اجتماعیشو، تعلیم تربیتشو، همه اینا به هم مربوطه. یک سیستم، یک دستگاهه. او اجتهاده، او اجتهاد قاضی است. از اونجا مجتهدان من فکر نمی‌کنم ما داشته باشیم زیاد، خیلی کم داریم. اما اجتهاد به این معنای مصطلح، بله هرچه باسوادتر باشه آدم بهتره بیاد تو دستگاه قضایی، هرچه سوادش بیشتر باشه بهتره. ولی وقتی که دادگاه ها با رأی نیست که تو هر دادگاه که یک قاضی خودش اجتهاد کنه، هر تو دلش میخواد حکم کنه، بالاخره قوانین و مصوبات یه نظام تشکیل دادی، نظام باید اجتهاد بکنه. هر لحظه تأخیر اگر باعث بشه حدود الهی تعطیل بشه یا تأخیر بیفته، حقی ناحق بشه،
مسئول درجه اولش سران قوه قضاییه و مقننه و کل اعضای تصمیم گیری این دو تا دستگاه هم در این کشور. اینا با جواب بدن. هر کس هر وقت هر کس هست. رهبری اینقدر داره میگه آقا نظام سازی فقهی. من یادم میاد همون اول که ایشون گفت 1-2 سال گذشته بود، یک جلسه داشتیم دانشگاه حقوق و علوم قضایی تو تهران. بعضی از مسئولین هم گفتم آقا خب ایشون گفتن همین الان شما یک کرسی ثابت اینجا باید تشکیل بدید، معضلات اجتماعی، خانوادگی، قضایی، حقوقی، دادگاه‌ها اینا رو یکی یکی باید عرضه بکنید. اینجا با چیکار کرد؟ مدام باید یک کرسی دائم، 50 تا کرسی دائم گفتگو، بحث و فکر باید مدام باشه. بر اساس کتاب و سنت های مباحث فقهیمون اونا مدام مسئله بحث بشه. ما 50 تا درس خارج فقه برای مباحث نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام قضایی، نظام خانواده، نظام تعلیم تربیت کمه. حالا شیخ مطهری میگفت که آقا مجتهد یعنی کسی که مسائل حل نشده رو حل کنه، ولی اجتهاد عملا اینجوری شده که مسائل بارها حل شده رو هی دوباره حل میکنه. خب اونا رو باید یاد بگیرید، اما باید عبور کنیم. نظام تشکیل دادیم آقا، تو دهه 4 این نظامی. بنابراین فرمودید اجتهاد نه، مجتهد به این معنا که به این معنایی که عرض کردم زیاد نیستن. مجتهد به معنای معهود و مصطلح که بعد از 7-10 سال 15 سال، بعضیا زودتر بعضیا دیرتر، تمحض تو بحث‌های خارج فقه و اصول و منابع و اینا میشن. چرا؟ اینا هرچی اینا بیان بهتره البته، ولی این کافی نیست. ضمن که بیش از این که اجتهاد کار اشخاص باشد، کار سیستمه، کار نظامه، اصلاح قوانینه. اون روایتی که عرض کردم، مثلا حضرت امیر تو تهذیب طرف بدهی پیدا کرده و صدمه‌ای زده به یک کسی. خب حکومت، حاکم حق تعزیر داره دیگه. فرمودن که اگر بدهکار مالی نداره یا کسی که صدمه زده مالی نداره، در این مورد فرمودن به جای زندان باید بری براش کار کنی، مثلا 2 روز در هفته باید بری برای او کار کنی و مزدشو به او بدی، یا اصلا برای طلبکارت کار کنی، یا برای سیستم کار کنی ما مزدتو بدیم برای او کار. خب اینا دست قاضی بازه. ما فرصت بشه خواهم گفت که اصلا ما زندان بسیار کم داریم تو مباحث شرعیمون. اصل عدم حبسه. موارد خاصی رو گفتن حبس، یه مواردی هم به عنوان تعزیر دست رو باز گذاشتن. بسیاری از مسائل با توأم و با تعلیم تربیت باشه. اینا رو بعضی دوستان آقا اینا چه خیلی میکنن حرفای غربی و نمیدونم مدرن و فلان، اینجوری نیست. اینا کاملا ریشه‌های شرعی داره، منتها باید اجتهاد بشه، باید بحث بشه. البته اینا مسئول شماها نیستید، جای گفتنش شاید اینجا هم نباشه، ولی در این حال. بنابراین اصل اول اینه که فرمودن روایت ترسناک نخون. حالا من روایت ترسناک نمیخونم، روایت تشویق کننده بخونم بعضیشو براتون. قضاوت یک شغل نیست، شما همتون بهتر میتونید. همونطور که طلبگی شغل نیست. هر کس به عنوان یک شغلی از مشاغل اجتماعی طلبه شده یا قاضی شده، بدون راه اشتباهی آمده و دنیا و آخرت اشتباه میشه، دنیا و آخرت دیگران رو هم تباه میکنه. هم طلبگی یک رسالت انبیایی است، هم قضاوت یک رسالت انبیایی است. در مورد هر دوشون ما چقدر روایت داریم. او میفهمان العلماء ورثة الانبیاء. در مورد قضاوت هم میفهمان این منصبیه که حق نداره کسی اینجا بنشینه الا نبی او وصی، شخص سوم او شقی دیگه، یا نبیه یا وصی که وصی خاص و عامه، شخص سوم شقی. هر کس از این روایت میترسه بمانه، بره تو دستگاه قضایی. هر کی نمیترسه حضرت عباسی بره، چون ماهیت قضا اینه در منابع اسلامی. از چه جهت رسالته؟ از جهت اینه که فرمودن هر چی تو جامعه دنبالش هستی، دنبال رفاه و پیشرفت اقتصادی هستی، باید حقوق درست تامین بشه، عدالت. دنبال رشد علمی هستی، آموزش پرورش، تعلیم تربیتی، باید حقوق درست رعایت بشه، عدالت، حقوق و وظایف. دنبال استقلال کشوری، حقوق. دنبال پیشرفتی، حقوق. خب تو روایت ما چقدر به این قضیه بحث شده. فرمودن اصلا این عالم سر پا نمیمونه الا بر اساس عدل و عدالت. العدل اساس بهی قوام العالم. تمام یا عالم تکوین و تشریع آمده برای عدالت. هدف تکوین و تشریع هر دو و مبنای هر دو عدله. حقوق مهمه. فرمودن شما میخواید جامعه سر پا بیسته، جامعهتون میخواید سر پا بیسته، یک جامعه سالم باشه، حقوق، قضاوت صحیح، دادگاه‌های درست، عدالت، به طور خاص عدالت قضایی. العدل قوام الرعیه. میخواید توده ها سر پا بیستن، حقوق درست رعایت بشه، قضاوت، دادگاه‌ها درست باشه. میخوای حاکمیت زیبا به نظر برسه و موجه باشه، مشروعیت داشته باشه،
دادگستری ها رو درست کن. العدل جمال الولات. میخوای ایمان تو جامعه نشأ پیدا کنی، میخوای مردم مؤمن و معنوی باشن، عدالت. العدل رأس الایمان. میخوای مردم نیکوکار باشن، یه جامعه اخلاقی مهربان داشته باشی که همه به هم کمک کنن، دادگاهاتو درست کن. العدل جماع الاحسان. میخوای مردم محسن و نیکوکار بشن، حقوقشون رو تامین کن، درست قضاوت کن. میخوای احکام شریعت دین زنده باشه تو جامعه، نگی آقا همه بیدین شدن، مردم بیدینن، همه فاسدن فلان. عدالت. العدل حیات الاحکام. میخوای احکام شریعت زنده باشه تو جامعه، حقوق، عدالت و دادگاهات رو درست کن. میخوای مردم آرامش داشته باشن، استرس و اضطراب تو جامعه نباشه، میخوای قلبها آرام باشه، همه شاد باشن، عدالت، دادگاهات رو درست کن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن فرض الله العدل. بعدش چی فرمودن؟ تسکینا للقلوب. میدونی چرا خداوند عدالت رو واجب کرد؟ که حقوق متقابل همه درست رعایت بشه، هر کسی به حقش برسه. برای که با عدالت که قلب ها آرامش پیدا میکنن، اضطراب و استرس و خشونت و بیرحمی میخوای از در جامعه نباشه، همه جا احسان باشه، همه جا آرامش باشه، احکام شرع زنده باشن، مردم متدین باشن، دادگاهاتو درست کن، زندانهاتو درست کن. اینا حکم شریعت قرآن و سنت و پیامبر و اهل بیت. اینا احکام صریح اهل بیت. نظام سازی اسلامی فقهی مبناش ایناست. فرمودند که تأمین حقوق مردم که حق به حقدار برسه، ظالم محدود و ممنوع بشه و مجازات بشه و مظلوم حمایت بشه و امنیت داشته باشه، از آب گوارای سردی که به دست یه آدمی که داره از تشنگی هلاک میشه بدی گواراتر و حیات بخشتره. اینقدر یه حکم درست، یه دادگاه درست اینقدر ارزش داره. امام صادق علیه السلام فقه جعفری مگه نمیگیم؟ فرمود العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن. فرمودن میخوای بالاترین عبادت رو بکنی، تو میگی حالا من جامعه سالم به کنار، میخوام خودم رشد معنوی کنم. فرمودن میخوای رشد کنی؟ این از روایتی که شماها رو خیلی تشویق میکنه. فرمودن یک ساعت این ساعت هم که در روایت میگن به معنی این ساعت نیست، به معنی چیه؟ لحظه است. چون اون زمان که این ساعت و اینا که به این شکل تقسیم بندی ها شد اینجوری. عدل ساعتن، یه وقت میگن تفکر ساعتن یا عدل ساعتن، نمیدونم افضل از فلان سال، 70 سال 700 سال چقدر عبادت، منظور ساعت هم نیست، لحظه است. یعنی یک بار اجرای عدالت، یک دادگاه درست، یک بار رساندن حق به حقدار. عدل ساعت خیر من عبادت 60 سنه. از 60 سال عبادت شما رو به خداوند نزدیکتر میکنه. یک دادگاه درست. و هم نه 60 سال مأموری، قیام لیلها و صیام نهارها، هر روزش روزه، شب هم تا صبح مشغول نماز شب و عبادت. از 60 سال زندگی اینجوری چقدر رشد میکنی؟ فرمودن یک بار اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم و جلوی ظالم وایستادن اینقدر رشدت میده و بیشتر، افضل، خیر من عبادت. عکسش هم هست جور ساعت فی حکم، یک حکم به ناحق دادن، یک حق رو ناحق کردن، فقط یه مورد کافیه، عمدی. اشد و اعظم عند الله من معاصی 60 سنه. از 60 سال کثافتکاری بدتره. یعنی 60 سال شراب بخوری، زنا بکنی، دزدی بکنی، حالا دزدی نه، حق الله و گناهان شخصی، 60 سال زندگی گناه فسق و فجور بکن، یک دادگاه رو عمدن حق رو ناحق بکن، عمدن، حالا اشتباه بحث دیگه، عمدن. فرمود این از اون 60 سال به تو صدمه بیشتر خواهد زد. اینقدر مهمه مسئله حق و حقوق بشر. اونایی که از این روایات خوشحال میشن و میترسن، اونا رو باید صفر نگه دارن. در رفت بری تو خونش بکشش بیاری، خودش هم برش واجبه بیاد. اینا واجب کفایی بلکه عینیه بیان. وسطش هم درس و بحث رو ادامه بدادم. اونایی که نمیترسن، تو دلشون مسخره میکنن این حرفا رو، اینا رو باید با اردنگی انداخت بیرون. فرمودن که سیاست مدارید، میخواید درست سیاسی مدیریت بکنید جامعه تو، بازم حقوق مردم، دادگاه‌های درست. حتی اگه خودت اهل خدا و آخرت نیستی، میخوای مردم قبولت داشته باشن، قدرتت حکومتت بمانه، العدل افضل السیاستین. تو ممکنه بگی یه روش عادلانه داریم برای حکومت، یه روش ظالمانه. حتی روش عادلانه اگر خودت هم عادل نیستی،
روش عادلانه به لحاظ سیاسی و سیاست مدارانه هم که نگاه بکنی باز به نفت، چون مقبولیت پیدا میکنه، اقتدارت بیشتر میمونه. فرمودن میخوای جامعه اصلاح بشه، میخوای مردم اصلاح بشن، بالاترین امر به معروف نهی از منکر این که حکومت خودش درست عمل کنه، دادگاهاش درست عمل کنه، بوروکراسی اداریش، قضاییش، مدیریتاش، زنداناش اینا درست عمل کنه. بالعدل تصلح الرعیه، میخوای مردم صالح بشن، دادگاهاتو درست کن، حقوق رو درست رعایت کن. اعدل تحکم، عادل باش تا بتونی حکومت کنی و قضاوت کنی و حاکمیتت رو و قضاوت و داوری رو ادامه بدی. اینا رو نمیخوای، پیشرفت میخوای، میگه آقا ما اهل خدا، آخرت، اخلاق اینا رو ولش کن، ما یک جامعه مرفه پیشرفته میخوایم. پیشرفت میخوای، توسعه. ما امرت البلدان به مثل العدل، بازم عدالت و حقوق بشر. چون تو جامعه وقتی مردم بدانن دادگاه ها درسته، زندان ها درسته، حق به حقدار میرسه، وقتی این رو بدانن انگیزه پیدا میکنن، کار اقتصادی، علمی، اجتماعی میکنن، جامعه پیشرفت میکنه. فرمود توسعه هم میخوای، پیشرفت و رفاه مادی هم میخوای، باز عدالت و از جمله دادگاهات رو درست کن. حاکمیتت میخوای بمونه، عدالت. فی العدل الاقتداء به سنت الله، اولا که سنت الهی است باید عمل کنی. دوم قدرت خودت هم بخوای، فی العدل ثبات الدول، حاکمیت ها و قدرت ها و دولت ها اگر ثبات میخوان داشته باشن باید به حقوق متقابل رعایت کنن، عمل کنن. یکیش به طور خاص دادگاه هاست و از این قبیل پیامدهای بی‌عدالتی و ستم که زیاده، به خصوص ظلم به ضعیف. فرمودن به خصوص اونایی که هیچ جا به قدرت و ثروت بند نیستن، سرش انداخته پایین، اسم خیابونه رو نمیدونه، همینجور پرسیده، سلانه آمده دادگاه رو پیدا کرده، دفتر دسته که مسئولین رو پیدا کرده، آمده تو، اصلا آداب و رسوم تملق و اینا رو هم بلد نیست. فرمود ظلم الضعیف افحش الظلم، همه ظلم ها کثیفه، ولی ظلم کردن به آدم ضعیف از همه پلیدتره، چون این دستش به هیچ جا نمیرسه، زبان هم نداره که از خودش و از حقوق خودش حرف بزنه. فرمود به خصوص مراقب ضعفا باشید. حقوق بشر مهمه و این مسائل که تو روایات ما آمده که اخلاق قاضی و این حرفا، اینا مسئله مستحب فقط نیست، اینا دخالت داره در مسئله حکم و قضاوت و عدالت و حقوق بشر. آقا چرا پیامبر فرمودن اگر کسی عصبانی مزاج کلن، بر نفسش مسلط نیست، آدم خشنیه مثل بنده، این حرامه براش قاضی بشه مگه خودش اصلاح کنه؟ چرا فرمودن من ابتلی بالقضاء فلا یقضین و هو غضبان؟ اگه عصبانی هستی از یک مسئله دیگه حق نداری بری تو دادگاه پشت میز قضاوت. تو خیابون با یک کسی دعوا شده، بوقی زده، متلکی گفته، صاحب خونه مستاجری، همسری، خانمی، همسایه‌ای مشکلی پیش اومده، سر یک چیزی ناراحتی، پیامبر فرمودن حق نداری با اون ناراحتی بری تو دادگاه، چون تو سر او بیچاره خالی میکنی، خودت هم نمیدونی. چرا فرمودن لا یقضی القاضی بین اثنین و هو غضبان؟ داوری نکنید حتی بین دو نفر در یک پرونده کوچک در حالتی که عصبانی هستید، باید کاملا معتدل و آرام باشی. چرا میفرمان تو دادگاه اسلامی بایستی حتی در مقدار نگاه باید عدالت رو، برابری رو رعایت کنی؟ یعنی به یک طرف 5 ثانیه نگاه نکن خیره بشی، به یک طرف اینجوری نگاه کنی رد شی. فرمودن نباید کار بکنی. خیلی چیز عجیبه آقا اینا. اگر به یکیشون 5 ثانیه 10 ثانیه داری نگاه میکنی، به اونم همینقدر. اگر به این لبخند زدی باید به اونم لبخند بزنی، اگه به این عقل کردی باید به نباید حالا که اصلا عقل نباید کرد. اتفاقا داره تو روایت که هم اخم نباید بکنید، عبوس نباید باشید تو دادگاه، هم شوخی نباید بکنید تو دادگاه. وقار تو باید حفظ بکنی، ولی مهربان و مؤدب و متواضع. ولی منظوری که تو روایت میفرماد من ابتلی بالقضاء بین المسلمین، پیامبر اکرم فرمودن هر کس مبتلا شد به این رسالت و کار بزرگ، فلیعدل بینهم فی لحظه و اشارته و مقعده و مجلسه، در طرز نشستن، محل نشستن رعایت کنه. فرمودن در طرز نگاه مستقیم، نگاه با گوشه چشم، اشاره کردنها، طرز تکان دادن دست، چشم، همه اینا که تأثیر داره در این که
اونایی که اونجا هستن احساس کنن تو بی‌طرفی یا بی‌طرف نیستی، یعنی بی‌طرفی تو بره زیر سوال، بی‌طرفی تو، انصاف تو بره زیر سوال. فرمودن حق نداری حتی یه جایی نشینی که به یکی نزدیکتر باشی از یکی دورتر. خب آقا اینا خیلی مهمه. نگی آقا اینا مستحبات اخلاقیه، به مسائل فقه قضایی کار نداره. چرا کار داره؟ این اخلاق قضا با فقه قضا دو تا چیز نیست، یک چیزه. میدونید چرا؟ برای که حضرت امیر قاضی آورد نصب کرد، شنیدید دیگه همتون، ابوالاسود که از اصحاب خاص ایشونه دیگه، ابوالاسودی که موقع شهادت بالا سر پیامبره. ابوالاسود میگه که امام این رو قاضی نصبش کردن، صبح عصر عزلش کردن. قاضی نصف روزه، قاضی نصف روزه کی دیده؟ قاضی نصف روزه ابوالاسود صبح نصب میشه، بعد نظارت حکومت که این تو دادگاه داره چطوری قضاوت میکنه، سریع به امام گزارش میرسه آقا ایشون اولین پرونده‌ای که دومین پرونده‌ای که تشکیل داده اینجوری. حضرت فرمودن سریع بهش بگید دیگه حق نداری بری دادگاه. برای چی آقا؟ آمد اونجا خودش اومد گفت آقا ما جنیتو ولا خنتو، من نه جنایتی کردم، نه خیانت کردم، نه سوء استفاده، نه رشوه، نه باندبازی. من چیکار کردم؟ چرا حذف شدم؟ فرمودن نه جنایت کردی، نه خیانت، نه فاسدی، آدم صالحی هستی. بعد چی؟ فرمودن صداتو بالا بردی تو دادگاه خشن حرف زدی، صدات از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، داد زدی. ما تو دادگاه عدالت داریم اما اهانت ولو ناخواسته، ارعاب نداریم، حق ارعاب نداری. باید وقار داشته باشی اما باید جلسه آرام باشه. صداتو بلند کردی، به من گزارش دادن تو همین اول دوم دادگاهی که راه انداختی صداتو بردی بالا، تو بر اعصاب خودت مسلط نبود. آدم بسیار پاک و سالمی هم هستی، دیگه حق نداری قضاوت کنی. آقا ببینید مسئله حقوق بشر، حتی حقوق متهم، باز از اینا که میگم از پیامبره، فرمودن من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یرفع صوته علی احد الخصمین ما لم یرفع علی الاخر. اگر صداتو روی یکی هم بالا بردی حق نداری روی بالا ببری الا که قبلا روی یکی دیگه بالا برده باشی، چون اگه نبردی باز میگه نگاه با او تون صداش بالاتر رفت، با من یک کمی صداش بالاتر بود، با او داره ملایم حرف میزنه. یعنی آقا تون صدا که بلند یا کوتاه، فرمود پیامبر فرمود باید مراقب اینا باشی. حضرت امیر علیه السلام اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقض الاول حتی تسمع من الاخر. شتاب زده حق نداری قضاوت کنی، یکی که حرفشو زد قطع نکن، بذار تا حرف داره بزنه، و حق هیچ نوع اظهار نظری نداری تا نفر دیگه حرفشو بزنه اون طرف. فانک اذا فعلت ذلك تبین لك القضاء. حرف شنوی کامل و صبورانه از همه اطراف قضیه. فما زلت بعدها قاضیا، میگه بعد ازی بود که پیامبر به من فرمودن که دادگاهی رفتی علی قضاوت میخوای بکنی، تا تمام حرفهای تمام اطراف قضیه رو کامل و صبورانه نشنیدی، حتی درون ذهنت قضاوت نکن، حتی تو دلت قضاوت نکن. بعد میگه وقتی من رفتم اولین قضاوتمو بکنم در زمان پیامبر، اولین قاضی دادگاه رو تشکیل بدم، پیامبر دعا کردن در حق من که اللهم فهمه القضاء. حالا باید در حق شماهایی دعا کرد اللهم فهمهم القضاء، خدایا بهش تفهیم کن، بهش القاء کن که بتونه درست قضاوت کنه. حالا این که عرض کردم دیگه تکرار نمی‌کنم که نگاه، طرز حرف زدن و وجهه که منطقه که مجلسی که اینا رو خوندید، حتما خودتون اینا رو شنیدید و خوندید. در این حال گفتن اینا فقط تبرک نیست، هممون احتیاج داریم مدام چیزا رو به هممون بگن. دادگاه اسلامی فرمودن یک معیار باز برای دادگاه اسلامی، حتی لا یطمع غریبک فی حیفک ولا ییأس عدوک من عدلک. فرمودن حضرت امیر فرمودن من به دادگاهی میگم دادگاه اسلامی، به قوه قضاییه‌ای میگم اسلامی، که نزدیکان و باند و رفیقات و قوم و خویشاتون به شما طمع نکنند و دشمنان شخصی شما هم از شما مایوس نشند. فرمودن غیر از این باشه دادگاه اسلامی نیست. یعنی باید جوری باشه که اگه کسی با بنده مشکل شخصی داشته، گزارش افتاد به دادگاه، یه مرتبه آمد تو دید قاضی همین که ما باش تصادف کردیم، دعوا داشتیم، نباید قلبش بلرزه، باید بگه خیلی خوب بیا حالا حتما با من اینجا تصفیه حساب نخواهد کرد. امیرالمومنین فرمودن واسه بین المسلمین به وجهک و منطقک و مجلسک. طرز نگاه کردنت، نشستنت، حرف زدنت تو دادگاه با چنان مواسات و برابری برش حاکم باشه. برابری برابری برابری، همه برابرند، که نزدیکترین آدما طمع نکنه که با تو ساخت و پاخت کنه، تو به نفعش حکم کنی، و دشمنت شخصی تو هم از عدالت تو مایوس نشه، بگی با من مشکل شخصی داره ولی اینجا با من تصفیه حساب نخواهد کرد، دادگاه اسلامیه، حق منو به من خواهد داد.
او دعوامونه بعد بیرون جور دیگه ای طبق قانون هر کار دیگه داره پیگیری میکنه، ولی اینجا الان قاضی تو. ینبغی للحاکم یدع التلفت الی خصم دون خصم. حق نداری به یکی بیشتر التفات و توجه کنی و نگاه کنی به یکی کمتر. یقسم النظر بینهما بالعدل. نگاهت باید توزیع عادلانه بشه. ولا یدع خصما یظهر بغیا علی صاحبه. به هیچ طرفی اجازه ندی تو دادگاه در حضور تو به اون یکی دیگه فحش بده و اهانت کنه، صداشو ببره بالا و تو سکوت کنی، چون اون طرف میگه این نگاه جلوی قاضی داره به من فحش میده و منو تهدید میکنه، معلوم میشه پشتش به یک جایی گرمه. فرمود قاضی نباید اجازه بدی جلوی تو یک کسی شیر بشه یک کسی روباه. اینجا هر دو باید حرفاتونو بزنید آرام بدون اهانت. اون روایتی که عرض کردم راجع به ابو اسود اینه، لما سأله عن علت عزله عن القضاء، آمد سوال کرد چرا منو عزل کردین از قضاوت. حالا جالبه اینجوری هم تربیت کردن تو فرهنگ اسلامی که طرف میاد سوال میکنه رسما من چرا عزل شدم، توضیح بدید من چرا عزل شدم، منم شفاف بگم من خیانت کردم جنایت کردم. فرمودن نه و هو لم یخن و لم یجنه. فرمودن انی رأیت کلامک یعلو کلام خصمک. فقط به یک علت عزل شدی، صدات از صدای اینا بلندتر بود و داد زدی، همین. حق نداری، دادگاه اسلامی نیست. این روایت‌ها که میخونم در نرین یه وقت از دادگاه و دادگستری ها. اتفاقا باید بدونین چقدر حساس محکمتر. ایاک و تذجر و تعذی فی مجلس القضا. فرمود اگه خسته‌ای حق نداری بیای دادگاه، اگر آمدی اگر قاضی جلوی متهم شاکی طرفین دعوا و اینا خمیازه بکشه کار غلط، حق نداری خمیازه بکشه. یا یعنی ما خسته شدیم، حق نداری. خسته‌ای دادگاه رو تعطیلش کن تا جلسه بعد یا نیا. جلوی افراد فرمودن تو دادگاه اسلامی تذجر خستگی به اظهار خستگی، تعذی خودت اظهار ناراحتی بکنی طرفت ناراحت بکنی. کمترین خدشه‌ای که به اعتماد مردم و افکار عمومی به دادگاه‌های اسلامی وارد بشه اینا قاضی و دستگاه قضایی حق نداره انجام بده. یعنی هر کاری بکنیم که مردم تو ذهنشون بیاد که اینا دروغ ممکنه بگن، اینا ممکنه رشوه بخورن، اینا عدالت رعایت نمیکنن، اینا ارعاب میشن، اینا تطمیع میشن، این باندبازی میکنه، به قبیله‌ای رفتار میکنه، هر چیزی که تو ذهن مردم بیاره که اینا عادل نیستن، بی‌طرف نیستن. این خیانت به اسلام. التعزی فی مجلس القضاء الذي اوجب الله فیه الاجر و یحسن فیه الذخر لمن قضى بالحق. اجر میخوای، پاداش الهی میخوای، ذخیره آخرت میخوای، به تمام ضوابط سعی کن پابند باشی. این اون لحظه ای که یک دادگاه مساویه با 60 سال عبادت. یک دادگاه، یک پرونده. کمیت اینجا مهم نیست که حالا یه نفرم به حق رسید یا نرسید مهم نیست. نه، همون یه نفر همون یکی مهمه. قرآن مگه نمیفرماد جان یک نفر با جان کل بشر مساوی است؟ مگه نمیفرماد من قتل نفسا، یک نفس رو بدون اینکه مستحق باشه بکشی فکأنما قتل الناس جمیعا، 7 میلیارد آدم کشتی. یک دادگاه درست انگار شما 7 میلیارد دادگاه درست انجام دادی. کمیت اینجا دخالتی. لا تصار احدا فی مجلسک. قاضی تو دادگاه اسلامی درگوشی حق نداره با کسی حرف بزنه. به یکی از اینا بگه بیا اینجا یه پچ. چرا؟ برای که اون طرف دیگه میگه که چی دارن میگن به همینا؟ چی دارن میگن؟ لا تصار احدا فی مجلسک. درگوشی حق نداری تو دادگاه با کسی صحبت کنی. و ان قذبت فقم. وسط دادگاه هم اگر یه چیزی طرف گفت عصبانی بود، بالاخره خانواده خودشون عصبانی یعنی چیزی میگن، فوشی کاری چیزی دادن، فرمودن بلا فاصله اونجا باید سکوت کنی یا حتی دادگاه رو موقتا ترک کن. اذا قذبت فقم. عصبانی شدی فوری از جا بلند شو، قضاوت رو ادامه نده. حتی با خودت نگو نه من بر خودم مسلطم اینا رو ارتباط نمیدم. نه خیر، مسلط نیستی. یه جا دیدم فرمودن اگه کفشت پاتو میزنه باید حتما کفشتو عوض کن. گرسنه‌ای باید نری تو دادگاه. چرت میزنی حق نداری بری. احتیاج به دستشویی داری حق نداری بری تو دادگاه. او بیچاره نمیدونه که شما احتیاج به دستشویی داری که. او فقط ممکنه آثارش در او حکم ببینه. او آثارش رو بعداً میبینه بیچاره. خب ما رقبایی داریم و دشمنانی. ببینید از قرن 17 18 میلادی یه چیزی به نام
حقوق بشر سکولار و دادگاه سکولار و غیر شرعی تئوریزه شده. در قرن 19 و 20 هم در دنیا حاکم شدی تفکر. هر جای دنیا مفهومی به نام دادگاه مذهبی، دینی، شرعی بود برچیده شد. فقط ایران نبود، همه جا مبتنی بر مثلا اجتهاد شخصی و اینها. یه چیزی به نام بوروکراسی سکولار قضایی و حقوق بشری در دنیا تعریف، تئوریزه و حاکم شد. حق به اصطلاح مفهومی براش تعریف شد در حوزه فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال جدید و مدرن به اصطلاح غرب. مدرن به معنی ارزشی نیست، ارزشی تعریفش میکنن. مدرن یعنی نو ممکنه بد باشه، ممکنه خوب باشه، ممکنه هر دوش. و نو کهنه معیار داوری نیست از نظر ما. از نظر ما مشروعیت، معقولیت معیار دیگری داره. باید برهان، دلیل، منطقی داشته باشه. اینا تحت این که ما یک نظام کهن حقوقی داریم، یک نظام مدرن حقوقی داریم و نظام مدرن یکی از مشخصاتش این بود که بشری است دیگه، یعنی خود بنیاد حق رو تعریف میکنیم، تعریف زمینی و مادی میکنیم و میریم جلو. همونطور که تعریف سکولار از هستی شد، سکولاریزه کردن علم و فلسفه، سکولاریزه کردن حقوق هم مطرح شد. نظام‌های حقوقی سکولار که خب میدونید از به خصوص 300-400 سال گذشته به تدریج تئوریزه شد. 150 سال هم هست که در دنیا همه جا تقریبا حاکم شد. قوانینشون هم ترجمه شد. همه دادگستری‌های دنیا بر اساس اونا شروع کردن به نوشتن، چون این 150 سال اصلا دنیا تو مشت غرب بود قرار گرفت. حالا باز جهان اسلام داره دست و پای میزنه که بیاد بیرون و جلودارش ماییم. اینجا هر جور امتحان بدیم انعکاس جهانی و تاریخی خواهد داشت. یه تعریف دیگه از حق و حقوق که با طبقه بورژوای غربی، طبقه نوکیسه سرمایه‌داری جدید غربی و منافع اونا هم خوانی داشت در یک مقطعی از تاریخ اروپا پیدا میشه، عمدتاً بر جهت تعریف اهداف طبقاتی این قشر جدید صاحبان قدرت و ثروت که بعدم از تکنولوژی و صنعتی شدن و اینا استفاده کردن و بر همه جا حاکم شدن. یه تعریفی هم از بشر و حقوق بشر ارائه دادن که این تعریف هم سکولار بود و هم ادعاشون این بود که عقلانی است و تجربی است. وقتی بشر تعریف سکولار شد، حقوق بشر تعریف سکولار پیدا کرد، قانون و حتی عدالت تعریف غیر دینی پیدا میکنه. رابطه عدالت با شریعت قطع میشه، رابطه حقوق با الهیات قطع شد، رابطه اخلاق هم با الهیات قطع شد. نه فقط از حقوق سکولار بلکه از اخلاق سکولار بحث شد. حالا که میدونید از معنویت سکولار هم داره بحث میشه که اصلا معنویت هم ربطی به دین نداره. ما از معنویت منهای خدا و آخرت و منهای انبیا، معنویت دنیوی، معنویتی که فقط معطوف به یه نوع آرامش و رضایتمندی در زندگی دنیوی باشه، به ما یه امیدی، نشاطی بده که بتونیم همین مدتی که تو دنیا هستیم ادامه بدیم. بله، ما یهلکنا الا الدهر، ولکن تو همین مدتی که داریم زندگی میکنیم راحت باشیم، استرس نداشته باشیم. خب اینا همه بحث دارن میکنن رابطه حقوق و معنویت و اخلاق، چه برسد به رابطه اقتصاد و سیاست و اینا همه قطع شد از الهیات. فقط تفکیک دین از سیاست نیست دیگه، تفکیک دین از قضاوت و حقوق، تفکیک دین از عدالت، تفکیک دین از معنویت، حتی تفکیک دین از اخلاق، همه تئوریزه شده دیگه در این 120 سال اخیر که اینا اول آمدن از قوانین طبیعی و ذاتی رو از قوانین الهی تفکیک کردن، گفتن ما از حقوق طبیعی منهای الهی حرف میزنیم، یعنی حقوق طبیعی رو سکولاریزه کردیم که اینا لوازم ماهیت انسانه، خداوند هم نباشد فی نفسه اینا اعتبار دارد. حالا اینکه به لحاظ فلسفی چطور میشه حقوق و ذوی الحقوق را بدون ارتباط با مبانی هستی شناسیش تعریف و تئوریزه کرد، رو بحث دیگریه که یه اشکال عمده است تو این مبنا، نمیخوام من رو وارد بشم ولی به نتیجهش عرض میکنم. تفکیک اخلاق و حقوق از الهیات. استدلال عمده اجتماعیشون هم این بود که آقا بالاخره ما اختلاف داریم سر الهیات تو دنیا همه جا و تو جامعه خودمون، نمیتونیم معطل بحث‌های بی‌نتیجه الهیاتی بمونیم. هی انقلت قلت هی بگی اینا، بالاخره ما می‌خوایم زندگی کنیم، باید نظام قانونی و حقوقی و اخلاقیمون روشن‌تر باشه. بیایم حساب اینا رو از اونها جدا بکنیم و حتی اگر خداوند نباشد و نبوده باشدم منهای انبیا و دین مشکلاتمون رو تو همین دنیا بیایم حل بکنیم. خیلی خوب. حالا اینکه در برابر چه دینی حرفا زده شد، بعضی از این حرفا حق داشتن بزنن در برابر کلیسا، اون یه بحثه. بعضی از این حرفا
با قطع نظر از اینکه طرفشون کلیساست اشکالات مبنایی منطقی و فلسفی داره، اشکالات مبنایی و نظری داره، اونم یه بحثه. من اینجا نمیخوام بهش بپردازم، فقط میخوام بگم یه افراط و تفریطی توی قضایا شده. مثلا از نیمه دوم قرن 19 میلادی حدود مثلا 150 ساله، یک و نیم قرن اخیر، که به لحاظ معرفت شناسی رسیدن به اینجا که اصلا ادراکات عقلی و وجدانی هم رفت زیر سوال. یعنی حقوق طبیعی هم رفت زیر سوال، حقوق ذاتی، نه فقط نوع الهیش، حتی نوع سکولارش، که اساساً تجربه گرایی محض و حس زدگی و اینا به عنوان منبع اصلی و معتبر معرفت شناخته شد. کم کم دایرهش کشید به عرصه حقوق و علم حقوق، مکاتب حقوق مثلا پوزیتیویستی و امثال اینها که به وجود آمد، اینا اصلا در تقابل با حقوق طبیعی غیر دینی حتی به وجود آمد. میگفتن آقا برای حقوق ذاتی بشر نه استدلال دینی قبول داریم، چون سکولاریزش کردن از قبل، استدلال غیر دینی هم قبول نداریم، اصلا له یا علیه هیچ حقوقی نمیشود استدلال کرد. یعنی تا اونجا تفکیک حقوق و قانون و عدالت و حقوق بشر از الهیات بود، از این لحظه به بعد تو قرن اواخر قرن 19 و تو قرن 20 تفکیک حقوق بشر و قضا و عدالت و قانون از حتی عقلانیت، از عقلانیت هم تفکیک شد که اینجا اصلا جای عقل نیست. له و علیه حقوق و اخلاق بحث عقلی نمیشه کرد. اینجا یا بحث قراردادهای اجتماعی است، یا بحث منافع مادی است، منافع شخصی و خصوصی است، یا منافع عمومی است که سرجم منافع خصوصی باشه، تناظر یک به یک منافع رو هم دیگه، تعامل حقوق یک به یک. جمعی نیست الا ترکیبی مکانیکی از افراد. و دوره هم وحی گذشته، دین و انبیا تمام شده، این دوره کودکی بشر بود، دوران عقل و عقلگرایی های انتزاعی رو هوا هم گذشت. امروز ما فقط سرمون رو پایین میگیریم به روش تجربی، علم فقط مساوی با تجربه و ما هم فقط به هم روش تجربی و منفعت گرایانه میایم جلو. و بعد بین حقوق و اخلاق هم تفکیک شد که اصلا حقوق و اخلاق هم ربطی به هم نداره. تو نظام تربیت الهی حقوق و اخلاق دو روی یک سکن به هم مربوطن. حتی ما تو مباحث قضاییمون دخالت اخلاقی داریم. همین که عرض کردم اول بحثم که چرا در مورد یه حکم طرف میاد میگه که من با یه خانم زنا کردم پیش پیامبر اکرم، پیامبر گوش نمیکنه، باز میاد دوره پیله میکنه، آقا من دارم اعتراف میکنم، باز گفتن وقت نماز اذان فلان، میخوان گوش نکنن، دوباره میاد میگه آخرش که دیگه آمده جلوی پیغمبر شانه‌های پیغمبر گرفته، آقا بنده این کارا کردم، میخوام حد جاری بشه در مورد من. باز پیغمبر بهش میفرمان که نه شاید خواب بودی، خواب دیدی، نه بیدار بودم. بهش میگن شاید نوازش و اینا بوده، شاید ادامه ندید. گفت نه خیر آقا من رفتم تا آخر قضیه رفتم. حالا ببین پیغمبر چقدر بهانه میگیرن تا حد اجرا نکنن. یا حضرت امیر طرف اومده حد اجرا بکنه، خانم‌ها اومده گریه میکنن، میگه حضرت میگن نه میگم برو بعدی برو، همینجا خلاص اینقدر میاد تا دیگه. بعد اونجا از پیامبرم نقل پیامبر برمیگردن به اون طرف میگن کسی به تو یاد نداده که وقتی خداوند نمیخواد گناه تو رو کسی بفهمه چرا میای به زور میگی؟ این یعنی دخالت اخلاق در قضا و عدالت، یعنی اخلاق و حقوق به هم مربوطه، تربیت مربوطه. البته این مربوط به کسیه که موقعیت خاصی داشته، یه غلطی کرده و فلان، تا اینکه بری تجسس که مرحوم صاحب جواهر به نظرم دیگه جدیدن میگن که اصلا این 4 شاهد عدل برای زنا اصلا تحقق پیدا نمیکنه، چون 4 نفر آدمی که کلمیل فی المکله وایستن نگاه کنن نه عادل نیستن اصلا. خب اما یه جایی هم هست محکم اجرا میکنه، طرف دختر رئیس قبیله آمده کاری کرده که حد باید جاری بشه، میگن آقا اینا خیلی نفوذ دارن، اگه میشه این کارو بکنیم به ضرر اسلامه، به خاطر بالاخره مصلحت و اینا چیز نکنیم. پیامبر فرمودن نه، اینجا مصلحتی بزرگتر از اجرا حکم اینجا نیست. تمام ادیان و تمدن‌های پیشین نابود شدن برای که قانون رو در مورد ضعفا اجرا کردن، در مورد قوی‌ها اجرا نمی‌کردن. خب یه جا اینجور محکم، یه جا اونجور. اون زنه آبستن شده از زنا، آمده از تعمیر بهش میگن که شما هر چی میخوان فرار کنن از اجرا حکم نمیشه، آخر حکم ثابت میشه. بعد میاد اینا میگن که باید ببینن حامله هست یا نه. برش میگن میگن حامله، میگن نه خب برو. این میره بچه رو به دنیا میاره، میان پیشش میگه که خب بچه به دنیا آمد، حالا حدو جاری کنیم، من میخوام پاک بشم. میفرمان حدو در مورد شما جاری کنیم، این بچه رو کی بزرگ کنی؟ بچه چه گناهی کرده؟ برو. خیلی عجیبه واقعا. بچه رو میبره
میخواد ببره بیرون. یکی از تجار خیر بوده، کی بوده اونجا، میگه که آقا برای که حدود الهی اجرا بشه من تقبل میکنم اداره بچه‌شو من بزرگ میکنم. حضرت امیر برمیگردن بهش میگن کار دیگه ای نداشتی غیر از اینکه اینجا واسه این حرفو بزنی؟ به تو چه مربوط آمده اینجا واسه دخالت؟ من خودم عقلم نمیرسید به این حرف. گفت آقا ما می‌خواستیم حکم الهی اجرا بشه. ببینید چطوره که یه جا اینجوری برخورد میکنن، یه جایم طرف رو میگن تو او سر عالم رفت باید بری پیداش کنی بیاری و حد جاری کنی. این همون حضرت امیریه که میگه که محال است در جلسه ای باشم لا یضیع حد لله و انا حاضر، لا یضیع حد لله و انا حاضر. هیچ حد الهی ضایع نخواهد شد در جلسه که من باشم. ولید قوم و خویش خلیفه مشروب خورده، کسی در موردش حکم جاری نمیکنه. حضرت بلند میشه جلوی همه یقه ولید رو میگیره. همین که گفت نماز صبح مست بود خون، گفتن آقا داری زیادی میخونی. نماز صبح 2 رکعته، گفت حالم خوشه هرچی اگه میخواین بیشترم میخونم. ببین به کجا رسید جامعه اسلامی که قاضیش و حاکم شرعش و حاکمان اسلامیش اینا شدن. یه وقت میدونین با یه خانم فاحشه چی داشت، بعد گفت من حال ندارم برم، عبای منو بپوش، به جای من برو توی مسجد نماز جماعت بخون. یک زن فاحشه بجای بله وقتی که حدود الهی رو نگاه کنه هی بگه حالا این شد این مورد نشد کم کم همینطور میشه. 3 شنبه میان 4 شنبه میان نماز جمعه میخونن، مردم هم اقتدا میکنن. از اون طرف میفرماد حضرت بلند شد، خودش دید همه میترسن، هیچ کس جرئت نمیکنه در مورد ولید اجرا کنه. خودش بلند شد، یقه رو گرفت، بلند کرد، کوبیدش زمین، شلاق گرفت، گفت خودم اجرا میکنم. زدش لتو پارش کرد، گفت حالا گم شو برو بیرون. بعد برگشت به خلیفه گفت اگر حرفی داری حالا با من بزن. اینا جرئت نمیکنن، ولی من که جرئت میکنم. که چرا یه جا حد اینجور اجرا میشه یه جا اونجور؟ برای که ارتباط داره با مسئله تربیت و اخلاق فردی و اجتماعی. این دیدگاهی که میاد تحت عنوان مکاتب مادی که آقا اون چه که هست همونیه که باید باشه. اصلا جریان‌های پوزیتیویسم می‌بینیم، لیبرال سرمایه‌داری جریان اینا آمدن برای توجیه وضع موجود که آقا اخلاق از سیاست جداست، از اقتصاد جداست، شرع دخالت نداره بینا. برای چی؟ برای که تو عرصه سیاست و اقتصاد هر گندی که میخوان بزنن، هر غلطی که میخوان بکنن. تو برای که دستت باز باشه، هیچ منع اخلاقی و شرعی و الهی انسانی نداشته باشی، باید بگی آقا اصلا مشروع غیر مشروع چیه، عدل و ظلم چیه، خیر و شر چیه. اینا همه مسائل نسبی، شخصی، فردی، ساختگی، جعلی، قراردادی، پروتکله. ریشه ای نداره تو عالم. تفکیک دین از سیاست، تفکیک اقتصاد از اخلاق. تفکیک اقتصاد از اخلاق به نفع کیه؟ به نفع دزدای بازار، به نفع سرمایه‌دار دزد. تفکیک سیاست از دین به نفع کیه؟ به نفع دیکتاتور، چون حد شرعی دیگه در برابر تو نیست، هر غلطی کردی. پس یک طبقه سرمایه‌دار نوکیسه پیدا شد، تعریف جدیدی داد از حقوق بشر. البته جامعه هم از حقوق شرعی به اون معنایی که کلیسا مطرح می‌کرد حالش به هم خورده بود، تهوع داشت. آقای مطهری میگه اینا نه حرفاشون منطق داشت، نه ربطی به دین خدا داشت، خودشون میتراشیدن. ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این هم دینی بوده که ارائه میکردن، از خودشون حرف در می آوردن، میگفتن این حرفای دین و خداست. در عمل هم که خود قرآن میفرماد چی بودن؟ اکلهم السحت، فساد مالی، رشوه خوار. خب یک کسانی به نام دین و حاکمیت دینی بحث میکردن که هم دینی که میگفتن به مردم من درآوردی بود، دروغ و جهل و ساختگی و بدعت‌های خودشون و اینا بود، خرافات بود، هم نحوه زندگیشون غیر دینی و غیر شرعی و غیر اخلاقی بود، ولی از این چیز استفاده می. خب اینا داغون که نابود کرد، ضربه زد که قرنها تا الان ما نتونستیم هنوز کمر راست کنیم به خاطر فساد یه عده کشیش و خاخام که در اروپا و کارا رو کردن. همه جای دنیا ممکنه باشه. سید الشهدا در منا، خطبه از سید الشهدا سلام الله علیه در منا رو اگه ندیدید حتما برید ببینید. این خطبه هم به امیرالمؤمنین منسوب، هم به سید الشهدا در تحف هست، تحف العقول هست، در بهار هست. حتما خواهش میکنم میره برید بخونید در منا. اصلا قوقاس خطبه، قوقاس. به نظرم 1 سال قبل از کربلاست، حج سال قبل بوده.
او دیدگاه بعد باعث شد این دیدگاه فاسدی آمد رو زمین، دیدگاه سکولار فاسد پوزیتیویستی آمد که گفت که آقا اصلا اون چه که هست همان است که باید باشد، باید و نبایدی در کار نیست. اخلاق و شرع و دین و عدل و ظلم و این چرندیات چیه؟ ما یهلکنا الا الدهر، زندگی میکنیم میمیریم، همینه که هست. بر همین اساس حقوق طبیعی هم گذاشتن کنار کم کم. گفتن آقا این واقعیت‌های ملموس متغیر زندگی مادی فقط همینا معیار قواعد و حقوقی گزاره‌های انشائی محضند. پشتی انشاء هیچ اخباری نیست، هیچ ارتباطی بین اعتباریات و حقایق، بین باید و است، بین احکام اعتباری و احکام حقیقی وجود نداره، عدل واقعی وجود نداره، ظلم واقعی وجود نداره. اینا حرفا و تعابیری است که خودمون ساختیم. هیچ واقعیت و آرمانی، حقیقت ماوراء الطبیعی وجود نداره پشت این مسائل و حقوق رو از واقعیت ها نمیتوان استنتاج کرد، نه واقعیت های طبیعی نه واقعیت های ماوراء الطبیعی، استنتاج منطقی نمیشه کرد. این حرفا رو البته زدن، بعد کم کم تو قرن 20 نیمه قرن 20 به بعد الان دارن خلاف این حرفا رو میزنن. الان دارن میگن آقا ما حتی راجع به حقوق داریم حرف میزنیم، تئوریای حقوقی، هیچ کدوم از این مکتبای حقوقی که یک جانبه به مسئله حقوق و بشر و عدالت و قانون و نظم اجتماعی نگاه کردن، هیچ کدوم درست نگفتن. همه ما رو سر کار گذاشتن، هر کدوم یک صدمه زدن، هر کدوم اومدن ابرو رو درست کنن زدن چشم کور کردن. الان بحث اینه که آقا ما هیچ کدوم از این متا تئوری‌های ایدئولوژیکی که توی قرن 18 19 20 گفته شد قبول نداریم. ما الان باید برسیم به این که ساخت نظم و حقوق در جامعه امروز هم وجه هنجاری و ارزشی داره، هم وجه ابزاری داره، هر دوشه. تمام این تئوری‌ها رو هم باید بریزیم تا ببینیم چی ازش در میاد. هر کسی از یک زاویه نگاه کرد و غلط نگاه کرد. در معنای کامل اون چی که واقعا تو جامعه هست فقط فردی یا فقط اجتماعی نیست، هم فردی و در این حال اجتماعی است. یک سطح دیگری از واقعیت هست ما بین سطوح، هم به کلیت هم به فردیت کار داره. کل اجتماعی و افراد انسانی رو کاغذ و در عالم مجاز از هم منزوی و مستقلن. رو کاغذ که میگی مسائل اقتصادی این طرف، مسائل اخلاقی این طرف، مسائل حقوقی این طرف، مسائل سیاسی این طرف. اینا رو تو ذهن ماست، تو عالم واقعی اینا قابل تفکیک از هم نیست. هر عمل اقتصادی در این حال سیاسی است، هر عمل سیاسی در این حال اخلاقی است، هر عمل اخلاقی در این حال حقوقی است. نباید ما اینجوری نگاه کنیم، تقابل دو جانبه و جدایی ایجاد بکنیم. این تصور قلب شده و غلطی بود که در قرن 17 18 19 به وجود آمد. تو قرن 20 ما دچار توهمات غلط شدیم، سفسطه‌های نظری کردیم و صدمه خوردیم. ابعاد آرمانی و هنجاری در ساخت اجتماع رو باید دید، ابعاد ابزاریش رو باید دید، فعل و انفعالات روح انسانی رو باید دید. انسان یک ماشین نیست، انسان نمیشه مکانیکی تحلیلش کرد. باید یک تعریف جامعی از نظم، از حقوق داشته باشیم و بعد بدون تعریف درست انسان و بحث از آرمان‌های او، بدون ارزش شناسی، بدون وجود شناسی، هستی شناسی، بدون تکلیف شناسی، بدون زیبایی شناسی، بدون غایت شناسی نمیتونی راجع به نظم اجتماعی، راجع به امنیت، راجع به حقوق بشر حرف بزنی. چون میری جلو بعد به یک سوالاتی میرسی که جواب نداری. و لذا هممون ایدئولوژی‌های حقوقی درست کردیم، اسمشو گذاشتیم علم حقوق. و الا چرا این همه مکاتب حقوقی متعارض؟ اگه علم حقوق به اون معناست، اگه یک مفهوم ژنریک، یک مفهوم اولی است، یک مفهوم ثانوی نیست، چرا این همه تضاد و اختلاف در مکاتب حقوقی در دنیا؟ از سیر تا پیاز اختلافه. تو لیست حقوق بشر چرا اینقدر اختلاف؟ اشتراکاتی هم هست، اختلافاتی هم هست. اینا مسائلی است که خیلی قانونی ممکنه تلقی نشه. برای اینا نمیشه قانون نوشت، تبصره‌ها و مصوبات حکومتی. ولی هم در روایات ما و حتی فقهای ما، فقهای سلف در قرن‌های گذشته که این مسائل خیلی مطرح نبوده، بعضی چیزایی که توصیه کردن که بر قضات لازمش رعایتونه، ببینید من میخوام عرض بکنم اینا ظاهراً مسائل حقوقی قضایی قانونی نیست، مسائل رفتاری و اخلاقی و مربوط به فضای حاکم بر دادگاهه، فضای حاکم بر دادگاه، فضای انسانی، حتی معماری دادگاه. آقا خیلی عجیبه راجع به معماری دادگاه، حتی ما تو روایت بحث میکنه که نوع اتاق یا جلسه‌ای که ساختمانی که توش دادگاه داره برگزار میشه دخالت داره در مسئله. من فقط یک نمونه از روایت خدمتتون بگم. اینا آداب قضایی ماست. میفرمان آدابی که برای قاضی خوب این کارا رو انجام بده. اینا که دارم عرض میکنم از کتاب قواعد مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه. ببینید این که عرض میکنم حتی معماری، نحوه اتاق دادگاه میگن دخالت داره تو مسئله. اینم باید حساس باشه که و ایکون
فی فضاء یسهل الوصول الیه. فرمودن که توصیه میکنیم به این که مکان دادگاه اتاق کوچکی نباشه، یه فضای وسیعی باشه. بوروکراسی دادگاه زیاد نباشه. ایکون فی وسط البلد و ایجلس للقضاء فی موضوع بارز، و اینکه در دسترس همه باشه. ببینید از همین نکته‌ای که مرحوم علامه در قواعد میگه که توصیه اینه که قاضی در دادگستری دادگاه اتاق قضاوت اتاق کوچکی خفقان آور نباشه، وسیع باشه، افراد هرچی بیشتری بتونن مراجعه کنن، بوروکراسیش خیلی خسته کننده و پیچاپیچ نباشه که این لابلاها به اسم بوروکراسی هم تخل پخل و خیانت‌های اتفاق بیفته و هم خسته بشن، اجرای حدود الهی به تأخیر بیفته. یعنی شعار عدالت رو هوا نیست، عدالت اینجا و اکنون، عدالت هم اینجا و هم اکنون، عدالت رو زمین ولی با معیارهای آسمانی. شما ببین وقتی که فلاسفه مثلا یونانی یا بحث‌های حقوق طبیعی می‌کردن از قدیم تا جدید، حتی همین افلاطون، ارسطو، دیگران، سقراط، حرفای قشنگ بین حرفای ناقشنگ و قشنگ مخلوط دارن، حرفای زیبا خیلی هست، حرفای الهی است تو بحث خیلی از حرفاش. ولی شما به آخرش که میخواد بحث از بشر و حقوق بشر اینا میکنه، گاهی یک توصیه‌های عجیب غریبی که واقعا آدم تعجب میکنه و خنده‌اش میگیره. یعنی وقتی میخواد حرفای خوب به اصطلاح خوب فضایی میخواد زمینه بشه، ببین چی از توش در میاد. حالا یه نمونه از احکام حقوقی همین خود ارسطو، سقراط، افلاطون اگه ببینید تعجب میکنید که با اون حرفای بلندی که تو بعضی عرصه‌های وجود شناسی و انسان شناسی زدن که خیلی به مکتب انبیا بعضیاش نزدیکه، چرا اینجا اینقدر چرند میگی؟ نگاهشون به مسئله بشر، حقوق بشر، نگاه نژادی، نگاه طبقاتی، نگاه جنسیتی وقتی میاد رو زمین ها. اما شما ببین تو این بحث‌های فقهی و روایی ما آسمانی است ولی کاملا به جزئیات مسائل زمینی داره توجه میکنه. البته رو اینا باید اجتهاد بشه، بحث بشه، تفریع فروع بشه، هزاران ساعت باید رو اینا فکر کرد، حرف زد، بحث کرد، نه فقط آیات و روایات، حتی مباحثی که فقهای ما کردن. این که مرحوم علامه میگه که دادگستری باید وسط شهر باشه، همه بهش دسترسی داشته باشه. محل ساختمان دادگستری کجا باید باشه؟ این که میفرماد که دادگستری باید در مرکز باشه، فاصلش با همه رعایت بشه، به بعضیا بهش نزدیکتر نباشن یا باشن. یه معنی دیگه هم میگه که بوروکراسی‌های شما هم نباید جوری باشه، بوروکراسی دادگستری هم نباید جوری باشه، ایده دسترسی راحت‌تر، یکی ناراحت، مشکلات بیشتر. این که میفرماد فضا وسیع‌تر باشه برای که افراد راحت‌تر و سریعتر و بیشتر با قاضی، با دادگاه ارتباط داشته باشن. یعنی بوروکراسی کمتر بشه، بوروکراسی نادرست، البته یه مقدار بوروکراسی که لازمه. ان شاء الله خدا به شما توفیق بده.